طبق گزارش‌های اولیه حوالی ساعت 2 بامداد به وقت تهران، محل اقامت اسماعیل حنیه در تهران هدف حمله هوایی قرار گرفت. در این حمله اسماعیل حنیه و یکی از محافظان وی کشته شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران با صدور بیانیه رسمی این حادثه را تایید و اعلام کرد که ابعاد و علت این حادثه در حال بررسی است. روابط عمومی کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در پی بیانیه رسمی اعلام کرد: بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. با عرض تسلیت به ملت قهرمان فلسطین، امت اسلامی و رزمندگان جبهه مقاومت و ملت شریف ایران، بامداد امروز چهارشنبه محل اقامت آقای اسماعیل حنیه رئیس دفتر مقاومت حماس در تهران مورد اصابت قرار گرفت. در پی این حادثه ایشان و یک نفر از محافظین وی به شهادت رسیدند. علت و ابعاد این حادثه در حال بررسی و نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. جنبش مقاومت حماس نیز با صدور بیانیه رسمی شهادت اسماعیل حنیه را تایید و اعلام کرد. جنبش مقاومت اسلامی حماس در سوگ فرزندان ملت بزرگ فلسطین، ملت عربی و اسلامی و همه آزادگان جهان است. برادر، رهبر، شهید مجاهد اسماعیل حنیه که پس از شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران بر اثر یورش خائنانه صهیونیست‌ها به محل سکونتش در تهران جان باخت. این پیغامی بود که جنبش مقاومت اسلامی به صورت بیانیه‌ای اعلام کرد.